درود سلام هموطنان عزیز بینندگان گرامی قدر. من با شما هستم شرفدین گدایف و در برنامه امروز باید گفت موضوع ما باز هم برمیگردد به غارتگری بانک ملی تاجیکستان که با یک برنامه کروپسانی و به یک برنامه ناشفاف میخواهد که از این برنامه بازم به فایده خانواده به فایده یک ایده نفرانی که همیشه دوست دارند دست درازی به کیسه مردم و کیسه مهاجرین کنند و ما میخواهیم که پیش روی این همه دزدی و این همه غارتگری را گیریم و ما هست در این برنامه ما اطراف غارتگری های بانک ملی تاجیکستان خواهیم صحبت کرد و در برنامه ما امروز الهام جان یعقوبوف رهبر اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی هستند و که ما با یک جایگی جنبش اصلاحات و رشد در یک جایگی یک استودیو را برای حمایت از حقوق مهاجرین تشکیل دادیم و محض به خاطر آنه که مهاجرین ما در وقت‌های آخر بیشتر از جانب حکومت رحمان و حکومت امروزه غارت کرده می شوند و ما می خواهیم که با این راهی که پیش گرفته ایم توانیم از حقوق آنها حمایت کنیم، چون دیگر نمی توانیم که هر چیز قانون هر چیزی که برای منفعت خودشان می آورد به این خبر خاموش کنیم. و بینندگان عزیز باید یک سر قید کنم که شما می توانید طریق واتساپ و با ما در تماس شوید و واتساپ ما در زیر همین نواری که فعلا شما میبینید هست و شما میتونید در برنامه ما همراه شوید و میتونید در خود کانال ما همراه شوید و من بعد کوشش میکنیم که هر هفته با برنامه ها و مشکلات های هر روزه رو مطرح کنیم و تا اینکه پیشگیری تا یک جایی که از این غارت و از این ظلم و ستمی که بالای ملت و مردم آمده است پیشگیری کنیم. و در برنامه امروز خیلی قید کردم برادر الهام جان یعقوبوف قرار دارند و نخستین من سوال رو از برادر الهام جان میکنم. برادر الهام جان ببینید اینقدر ظلم و اینقدر غارتگری و حتی ببینید حتی طیاره‌های هواپیماهایی که مسافر میکشونند با شرکت سامان ایر یعنی با خسروبچه پرزیدنت تعلق دارند و نرخ و نوای آنها بی‌نهایت قیمت است و حتی دو مرتبه از همسایه کشورهای ما قیمت است و این هم همش به غارت به کیسه مهاجرین است و اگر از همون آرد و روغن و شکر و هم گیریم این هم مونوپولیا شدگی هستند و امروز هم آمدن آخرین یک کارهای رو تشکیل کردن که مانع‌های زیاد رو برای مهاجرین تشکیل کرده، یعنی که آمدن امروز دست درازی باز هم به همین کیسه مهاجر میکنند. نظر شما در این باره چی است؟ ما چی باید کنیم که این دستی دراز آنها رو که همیشه در جیب مهاجرین است، همیشه به دزدی مهاجرین مشغول است، حداقل از جیب مهاجرین بیرون کنیم؟ چی باید کرد؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان تشکر زیاد برادر ارجمند شرافالدین گدایف و پیش از همه سلام و درود خود را به تماشابینان کانال شما و همچنین هموطنان گرامی شهروندان تاجیکستان میرسانم و اینچنین که الان سال 2019 به پایان میرسد و سال 2020 فرا رسیده ایستاده است. سال 2020 میلادی شهروندان و هموطنان عزیز بخصوص مهاجران گرامی را به فرارسی این سال میلادی 2020 تبریک می نمایم و انشالله امیدوارم که سال 2020 برای مهاجران یک سال بهبودی و سال آسانی و از این ظلم و ستم و بی‌حقوقی که برای مهاجران همیشه حکومت تاجیکستان می آفرد یا می کند، امیدوارم که سال 2020 برایشان خوب باشد. و چون که شما هم در اینجا قید کردید ستاد حمایت از حقوق مهاجران که دو سازمان شما و من اساسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و
رشد اصلاحات و رشد تاجیکستان تاسیس دادن محض به خاطر آن که واقعا از همه قشر آسیب پذیر در تاجیکستان ما و شما این قشر مهاجرین است. اگر در کشورهای دیگر مهاجر همچون یک سرمایه گذار بهاگذاری شود و احترام مثلا دیگر کشورها برای مهاجرش همچون یک سرمایه گذار احترام کرده شود و رفتار همچون یک سرمایه گذار رفتار کرده شود، باعث افسوس است که مهاجران ما نه همچون یک سرمایه گذار بلکه به یک ابیکتی پول کارکنی تبدیل یافته است. پول کارکنی به خاطر آن است که از این مهاجران پول کار میکنند منیپولیستای ما یا حکومتداران ما. امروز مهاجران ما غیر از آنی که از یک پلیس در رنج هستند، غیر از آنی که از اوباشان ملی در عذاب هستند، از کارفرمایان خود در رنج هستند، بالای این از سفارتخانه و کنسول های تاجیک که مراجعت میکنند و حتی مهاجران دعا میکنند که کارشان به سفارتخانه تاجیک نافتد، خیلی چون که درد و عذاب و رنج میکشند، بالای همه این نگاه نکرده باز هم از دست بانک ملی تاجیکستان که یک نهاد حکومتی هست در رنج و در عذاب هستند که آنها یک 7 دکامبر یک مرکز ملی انتقال پول را تشکیل کردند که این هم تنها به خاطر دسترازی به جیب مهاجر و هدفشان کار کردن است. از آن اصلا از همین نامی که اینها گذاشته است مرکز ملی انتقال پول، اصلا این یک نامی که مناسب نیست است، برای اینکه اصلا این مرکز در خدمت ملت نیست است که این رو نامگذاری کردن مرکز ملی. ملت از این مرکز بیزار است. ملت از این مرکزی که پول مهاجر رو انتقال پول مهاجر رو با فایزهای بلند یا با فایزهای بلند و با آن طرزی که آنها مثلا دیکته میکنند ملت همیشه ناراضی است و این ناراضگیش هم در پایگاه‌های اجتماعی نشر میکنند و اعلام میکنند و این ناراضگی که ما هر روز دیده ایستادیم. باعث افسوس است که خیلی گفتم در کشورهای دیگر اگر مهاجری تاجیک را همچون یک سرمایه گذار اعتراف کنند و همچون یک سرمایه گذار رفتار کنند، در کشور ما همچون یک ابیکتی پول کارکنی استفاده میبرند. واقعا مهاجری ما یک ابیکت اقتصادی است، یک ابیکتی است که این برای نجات دادن عائله خود، برای نجات دادن زندگی خود اینا فعالیت میکنند و حتی حکومت تاجیکستان یعنی شما گفتنی هستید که حکومت تاجیکستان مهاجرین به یک ماشین تبدیل داده است، یک ماشینی که برای آنها همیشه فایده می آورد. بله به یک ابیکت ماشینی که پول کارکنی تبدیل داده است. البته پول کار میکنند مهاجر، ولی این یک چیز نادرست است. البته نه مثلا سرمایه گذار حساب کردنشان در کار. حکومت از آن جایی که مثلا به ابیکت پول کارکنی تبدیل دادن نیو به همچون یک سرمایه گذار باید رفتار کرده شود. چگونه که در کشورهای من در کشور پریبالتیک زندگی دارم، در اینجا هم مهاجران مهنتی هستند که در کشورهای نروژ، کشور انگلیا کار و فعالیت میکنند و آنها مناسبت کشور پریبالتیک با مهاجران خود همچون یک سرمایه گذار است. یعنی که سرمایه گذار هم احترام میکنند. مسئله سرمایه گذاری در کل دولت های دنیا است. فرض مثال خودی ترکا رفتن سر اول در کشورهای اروپایی کار کردن، برگرداندن تکنیک تکنولوژی نه و امروز ترکیه تبدیل شده است به یک کشور پیشرفته و استحصال کننده. ولی حکومت تاجیکستان از مهاجرین خوب استفاده نمیکند و همیشه مهاجرین رو سرکوب میکند، همیشه دست درازی به کیسه مهاجرین میکند. مهاجرین تاجیک دلگرم نیست به حکومت. یعنی گفته میتونیم که امروز مردم تاجیک یا مهاجرین تاجیک باوری ندارند به آینده تاجیکستان و به حکومت تاجیکستان. بله این 100% که باوری ندارند و امید هم ندارند به یگان چیز. آنها تنها مهاجران ده ها مرتبه هم طلب کردند که و حتی در همین فیسبوک ها یا پایگاه اجتماعی اگر شما نگاه کنید طلب دارند که شما با ما کاردار نشوید، بگذار شما حتی برای ما شرایط نکنید، شما تنها برای ما ظلم را ایجاد نکنید، تنها بدرفتاری نکنید، حتی ما از شما طلب نمیکنیم که شما حقوق ما را
حقوق ما رو دفاع کنید. شما بگذار همین قانون ها و همین مسائلی که شما بر ضد ما جاری میکنید همین چیز رو از بین برید، که برای راهی که بر ما میمونه اینها رو برداشته شود. نگاه کنید که باز یک مسئله دیگر، مسئله همونی که سرمایه گذاری گفتیم، این حکومت خیلی خوب میدوند که مهاجران ما سرمایه گذار هستند و از این جهت نگاه کنید که دو روزم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان به روسیه سفر کرد، همین 3-4 روز پیشتر، و طلبی مثلا رحمانوف یک طلبی کودکانه، یک طلبی که به پرزیدنت نمیزبد، اون را همیشه مثلا نه تنها در همین سفر، حتی در سفرهای دیگرش هم طلب عفو مهاجران را میکنند، طلب عفو مهاجران را میکنند، چون که میدونند که به مهاجران حکومت امروزش فلج خواهد شد. برای همین اون طلبی مثلا همین چیز را میکنند که باید مهاجران عفو کرده شود. نگاه کنید که چند سال گذشته پرزیدنت همسایه کشور ما ازبکستان به روسیه سفر کرد، اون بیش از 50 سندهای همکاری و سندهای اقتصادی به امضا رساند و بیش از 4 میلیارد سرمایه گذاری به کشور خود آورد. رئیس جمهوری ما چیکار میکند؟ تنها تفع علبی مهاجران رو میکند و غیر از همین کار دیگر از دستش هیچ کاری نمی آید. برای همین چیزی گفتید شما به فکرم. مسئله مرکز همین پروسسینگی که امروز من میخواستم با مرکز پروسسینگی برگردم، چون ما با دوستان بسیار صحبت میکردیم. یک دوستمون گفت که من یک مقدار مبلغ روان کردم، از من طلب کردن که آنها باید که کارت ملی داشته باشند. وقتی که این کارت ملی رو تشکیل کردن، برای کارت دریافت کردن کارت ملی 10 سوم برای کارت گرفتن و غیر از این 0.7% مبلغی که از روسیه براشان انتقال دادن، تنها برای بیرون کشیدن از کارت ملی مبلغ رو 0.7% گرفتن. یعنی اون مبلغی که 1.5% در روسیه داده بود و اون مبلغی که از کنورتاسیا، مثلا تفاوت کنورتاسیا شدگی پولی که تبدیل شد به سامانی، غیر از اون 0.7% دیگر از به خاطری که خدمت رسانی کارت ملی تاجیکستان اینا پیشنهاد میکنند، یعنی 0.7%. یعنی اینجا اگر نگاه کنیم تقریبا یک چند نمود دزدی شده ایستاده است. در یک جا دزدی نه، یک 3-4 نمود دزدی. این با وضع زندگی مردم، با حالت روحی روانی مردم چی تاثیر خواهد کرد؟ البته هدف از همین تشکیل مرکز ملی انتقال پولی چخیلی که همه میگویند، بغیر از ما هم دیگران هم میگویند که تنها و تنها پول کار کردن مونوپولیستا یا خودی همون جمال الدین نورعیف و خود عائله رحمانوف است. غیر از این دیگر هدف وجود ندارد. آنها تنها همین مرکز ملی انتقال پول رو آنها حساب کتاب کردند که در یک سال چند میلیون دلار فایده به دست میارند، چون که در همین بازار انتقال پول که بیش از 4 میلیارد دلار چرخ میزند، آنها نخواستند که همین بازار به درآمدی آنها، به دست داشتن آنها، به درآمدی آنها یا فایده نگرفتن آنها از دست رود. برای همین این از همه بهترین کار اگر ما گوییم برای روحی روانی مثلا مهاجران تاثیر میرساندگی همین کار است. مسئله ای که اقتصاد است. ممکن مهاجران وقتی که به دست اوباشان ملتگرا لطکوب میشوند، خیلی کم است که مثلا اون چیز خودی مهاجران مثلا شکایت برند یا در سفارتخانه تاجیک میروند با یک زوری مثلا یک حجت درست میکنند، ولی اینا کم میشود که مثلا یک مهاجر شکایت کند، چون میدوند که شکایت میکند هیچ جا مثلا شکایت آنها رو قبول نمیکند. ولی در این مسئله که مسئله اقتصادی است، مسئله پولی است و به این پسیخ که مهاجر خیلی تاثیر کلان میرساند، چون اون با یک عذاب، با یک شکنجه، با یک درد پول کار میکند، نمیخواهد که آن پولی که کار میکند باز از این پولش یک قسم زیادش رو یا حتی چند فایز که نباشد به مرکز ملی انتقال پول بماند یا به خانواده عائله رحمانوف روان شود. برای آنها نمیخواد، چون این پول است، چون این اقتصاد است، میخواهد که همون پولی کارکردگیش به یگان مثلا کموکاز یا همون قاعده که پیشتر بود با همون رفته رسد. برای همین وقتی که مسئله درباره اقتصاد است، مسئله درباره پول است، این به پسیخ که مهاجر خیلی تاثیری منفی میرساند و مهاجران که البته که دست و دلشان از این کاری که حکومت کرده است خنک خواهد شد. من پیش از این که نمیدونم از کجایی که کنده شد این صحبت ما درباره که
گفتم که مهاجران ما یک سرمایه‌گذاری داخلی هستند. نگاه کنید که همین مهاجران ما، من این چیز رسانه هم شد و پیشتر هم میدونستم، مثلا خطای در 10 سال گذشته همگی 1 میلیارد و 200 میلیون سرمایه گذاری کرده است، 1 میلیارد و 200 میلیون دلار. ولی در 10 سال گذشته مهاجران ما بیش از 40 میلیارد سرمایه گذاری به دولت خودش کرده است که این قریب 36 مرتبه بیشتر از یک کشور خطایی که امروز به تنها برای همین سرمایه گذاری کردگیش یک قسم تاجیکستان رو، خاک تاجیکستان رو به خطای دادیم یا فروختیم و همچنین برای خطای، برای که سرمایه گذاری کرده است، هزارها گکتر زمین کشت رو برای خطای دادیم و چندین کانها تقریبا در واسطه اخبار عامه میگوید که 80% کانهای یا معدن از اورن و طلا و تا انگشتن در دست خطای است. بسیاری از شرکت‌های خطایی تنها به خاطر آن تنها شرکت‌های خطایی از باج گمرکی از انداز آزاد هستند. نگاه کنید که امروز حکومت تاجیکستان با یک سرمایه گذاری خارجی چگونه رفتار میکند، ولی به سرمایه گذاری داخلی خودش که بیش از 36 مرتبه از یک کشور بیشتر سرمایه گذاری کرده است چگونه رفتار میکند. برای همین وقتی که این رو حساب کتاب میکنید، مهاجر که خیلی خوب میدوند وقتی که میبیند که چگونه برای یک سرمایه گذار مناسبت است، رفتار هست، البته که مثال یک مهاجری ما راه افتاده خواهد شد. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، شما میتوانید در برنامه ما همراه شوید، فکر و نظرهای خودتان رو گویید و شما میتوانید که سوال هایی که اگر با ما باشد در تماس شوید با ما. در واتساپ کسی هستن تو هنوز پیدا نشدن کسی؟ اگر کس دوستان میتوانند که در واتساپ با ما در تماس شوند و از فکر و نظر خودتان رو میتونید آزاد بیان کنید. برنامه ما آزاد است و با من میتوانید، با اکای الهام جان میتوانید اگر سوال داشته باشید مطرح کنید. بعد اینجا میخواستم یک چیز دیگر رو قید کنم. خودی امین مهاجرینی که امروز در فدراسیای روسیه هستند با یک نوع آنها توانستند مبلغ‌های خودشان رو امروز به تاجیکستان انتقال دهند، یا هر مشکلاتی بود یا گران بود. ولی مهاجرانی که امروز در امریکا، اروپا و کشورهای دیگر هستند بیرون از خدمت رسانی‌های ویستریون، خدمت رسانی‌هایی که یونسترین و کانتاکت و اینا که در منطقه اسنگ بیشتر کار میکنند، ولی آنها امروز مشکلات زیاد دارند. آنها باید چیکار کنند؟ حکومت تاجیکستان هم اونقدر منفعت‌دار نیست که اینها را هر چیز زودتر به آن شرایطی که بانک ملی میگذارد با بازار تاجیکستان راه دهد و شاید که برای بازار تاجیکستان هم در آمدن آنها اونقدر چی نداشته باشد، اهمیتی کلان نداشته باشد برای شرکت وسترن یونیون یا اینکه منیگرانت و دیگر اینها با آنقدر اهمیت نداشته باشد بازار تاجیکستان. شاید به شرط و شرایطی که تاجیکستان پیشنهاد میکند آنها راضی نباشه، چون این شرکت های بزرگ هستند. بله، اگر این همچون سوال باشد، من برای اینکه کمتر شاید که کنده شده آمد، من درست نفهمیدم. اگر همچنین یک سوال برای من باشد که این شرکت های انتقال دهنده پول به مثل وسترن یونیون یا دیگر شرکت های مونیگرام، واقعا آنها آن نظامنامه که بانک ملی تاجیکستان برای آن پیشنهاد کرده است آنها قبول نخواهند کرد، زیرا آنکه بازار آنها خیلی وسیع هستند و نمیخواهند که مثلا یک نظامنامه که خیلی مثلا فایزهای کلان هست آن را قبول کنند. و از این جهت من اول سوالی که شما پیشتر هم داده بودید، چون شاید که مثلا این گفتگوزاری ما کمتر پیش و خفا شده ایستاده است، درباره این اول خاتمه بدهم، چون شما گفتید که اصلا هدفهای مرکز ملی انتقال که هدفش چی است البته همه ما میدانیم، ولی برای من خیلی یک چیز خنده‌آور بود که در همونجا نوشته شده است که یکی از هدفهای مرکز ملی انتقال پول این بهبود بخشیدن فعالیت یا بهبود کار مهاجران. ولی خیلی خنده‌آور است که
چگونه یک مرکز ملی بهبودی میبخشد. در حالی که صدها مشکلات مهاجر مانده است، میخواهند که با همین مرکز ملی که هیچ گونه مثلا بهبودی بخش نمیتواند این را تشکیل کردند. اگر واقعا حکومت تاجیکستان برای مهاجران تاجیک بهبودی میبخشیده باشند، آنها کایها سالهای پیش میتوانستند تاجیکستان را یا عضو اتحاد اوراسیا کنند. خیلی مشکلات مهاجرین آسان میشد. وقتی که تاجیکستان اعضای اتحاد اوراسیا میشد، حتی همون مبلغی که برای پتن میسپرند آن از بین میرود. یا آنی که مثلا آنها باید نامنویس کنند در دوام 2 هفته، آن را هم از بین میرود و ده ها مشکلات های دیگر از بین میرفت اگر آنها واقعا بهبودی مهاجران را میخواستند. اگر بهبودی مهاجران رحمانوف یا حکومت رحمانوف میخواست، امروز برای مهاجرانی که به سن نفقه قرار دارد در تاجیکستان، برای آنها یک نفقه درست داده میشد، چون واقعا آنها در این مهاجرت که بیش از 20 سال دوام دارد به سن نفقه رسیدند و آنها یک نفقه درست داده میشد. اگر واقعا رحمانوف و حکومت رحمانوف، عائله رحمانوف برای مهاجران میخواست، آن مهاجرانی که در مهاجرت معیوب میشن شان دست میتیند در تاجیکستان، رایگان برای آنها را طبابت کرده میشد. مثل همینه که مثلا در همین کشورهای بسیار از کشورها رایگان مهاجران خود را طبابت میکنند. اگر واقعا روز حکومت رحمانوف، عائله رحمانوف، تیم رحمانوف بهبودی مهاجران را میخواست، آن بیش از 2000 نفر مهاجران ما با هر سبب در مهاجرت به هلاکت میرسند و فوت میکنند. این معلوم است که حکومت رحمانوف هیچ برنامه‌ای نداشت برای حمایت مهاجرین و همه برنامه‌ای که داشت آنها با نظر داشت منفعت‌های اقتصادی و سیاسی خودشان بود. درست است، ولی فقط ما درباره هدف شما میگم که نگاه کنید که هدف نوشته است که در همون تشکیل مرکز ملی انتقال پول یک هدف خنداور، یک هدفی که مهاجران رو مسخره میکنند، مهاجران رو یک به مسخره تبدیل دادن. من خیلی وقتی که همین رو خوندم خیلی عصبی شدم. خیلی مثلا گفتم که تو همون درجه مهاجران رو مثلا مسخره میکنند که حتی در هدفهایشون معلوم است. اکیلام جان در واتساپ یک نفر دیگر است، ما اون رو میشنویم، بعد باز صحبت های خودمون ادامه دادن میگیریم چون الو صدای شما را میشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. الو مرحبا برادر عزیز. خوش آمد. میبخشین اینجا شما شراف‌الدین گدایف هستین؟ بله. شما خوب هستین؟ تنجان برادر سلامت خوب آمد؟ الحمدلله، شکر خدا برادر عزیز. ما نیم موضوع در اومدیم راستی نباید کار اومدیم در مهاجرتیم. همین درباره کدام موضوع بود؟ همین سرخط هم موضوعی که در یوتیوب نوشته که درباره انتقال مبلغ یا که دیگر موضوع بود؟ نه برادر همون مسئله است. در مسئله انتقال مبلغ ها؟ بله. میخواستم همین چی کنیم، ما خودم در همین مهاجرت قرار داریم راستی باید کنیم در همین 2 هفته که در همین قضیه که مثلا رخ داد باید کنیم دیگه خونه مبلغ روان کرده نمیشود. مثلا پدر مادر بیمار هستن، همین حیرانیم که چی کنیم، کجا و کی مراجعه کنیم، مبلغ روان کرده نمیتونیم. این کمیسیه که مثلا از طرف بانک‌ها معین کرده شده است خیلی وزنین است برای ما مهاجرا و اوضاع بود همین خشته است که مثلا مبلغ روان میکنی بسیار این بانک‌ها دلار قبول میکنن، پول روسی قبول نمیکنن و از چون به همین دلار با مثلا کمیسیه و میگیرن بود روی کلنده با اونجا بستعمال میکنن مثلا کمیسیش. همین ما حیران شدیم که همین روی همین چه
чико кан дар ко ки мақсад ами золотои коронара мақсад бастана барқарор кунан ами системаро ки ягон системаи нав кушоем ҳамин муҳоҷирон мақсад ягон маслиҳат ягон фонди махсус бошад ки ягон барномаи махсус кушоянд ки барои муҳоҷирон хеле мушкил ва мушкилашон осон мешавад. ҳамина мехостам акай Шарафуддин ҳам як шумо ки боз дар роҷа имкониятоту вазъиятар аст ҳамира ягон мақсад пешниҳод буд ки ягон хуб бародари азиз ташаккур бисёр. Илҳомҷон шумо шунидед? не ман афсӯс ки нашунидам, шояд хеле паст буд ё чӣ буд нашунидам ман. Агар шумо мегуфтед ки ин бародар мегӯяд ки мушкилоти интиқоли пул то ҳанӯз вуҷуд дорад ва наметавонанд бо роҳи ҳамон интиқоли пула пайдо кунанд. ва чӣ гуна мешавад ки золотои коронаро имкон дорад ки дубора баргардад ба Тоҷикистон, яъне ба ҳамон шароити маъмулие ки қаблан мардум истифода мебурданд? бале, ман фикр мекунам ки чунин шароит вуҷуд дорад. пеш аз ҳама бояд муҳоҷирон эҳсос кунанд ки онҳо як қувваи хеле бузург доранд, хеле қувваи бузург доранд. онҳоро на ҳамчун масалан имрӯз ҳукумат хеле гуфтем ба як объекти пулкоркунӣ, ба як объекти иқтисодӣ табдил доданд. на, бояд муҳоҷирон онҳо эҳсос кунанд ки онҳо як қувваи хеле бузург доранд. пеш аз ҳама аз муҳоҷирон хоҳиш мекунам ва талаб мекунам ки худи раиси Бонки Миллӣ ва Ҷамолиддин Нуралиевро ба суди худи Тоҷикистон онҳоро аризанависӣ кунанд, ба суд кашанд. ва дуввум, агар имконият вуҷуд дошта бошад, муҳоҷирон метавонанд ки як муддати кӯтоҳ, албатта ман медонам ки дар он ҷо ниёз ба маблағу пул барои оилашон ҳаст, агар дар як муддати кӯтоҳ онҳо пул нафиристонанд, ман боварӣ дорам ки ин маркази миллии интиқоли пул худ аз байн меравад. вале боз як роҳи дигаре ки ҳам вуҷуд дорад, албатта ман ҳоле ки намедонам, вале бисёриҳо мегӯянд ки бо воситаи корте ки вуҷуд дорад аз амонатбонк метавонанд онҳо бо воситаи Сбербанк ва амонатбонк онро фиристанд. вале то кадом дараҷа албатта инаш барои мо ҳоло маълум нест аст. вале ягона роҳе ки муҳоҷирон метавонанд инро аз байн баранд, он худи муҳоҷирон аст. ва хеле гуфтем ба суд кашидан ва маблағ нафиристодан ва фаҳмидан ки воқеан муҳоҷирон як қувваи хеле бузург доранд ки ҳатто метавонад на танҳо масалан худи ин маркази миллии интиқоли пулро аз байн барад, метавонанд даҳҳо зулме ки имрӯз ҳукумат барои муҳоҷирон эҷод мекунад, онро ҳам аз байн барад. занг нест дигар. хуб, акай Илҳом, бубинед, ман дар ҳаминҷа як чанд назар дорам вобаста ба фикрҳои шумо. чӣ гуна гуфтед ки муҳоҷирон дар ҳар кишвар ҳамчун як сармоягузор ва махсусан дар Тоҷикистон қайд кардед ки бештар аз 30 маротиба зиёдтар онҳо сармоягузорӣ кардагӣ, 40 маротиба, ҳудуди 40 маротиба. имрӯз муносибати то ҳукумат бениҳоят сард аст нисбати муҳоҷирон ва ҳамеша дар чеҳраи муҳоҷирин як эҳсоси хатарро мебинад ва фикр мекунад ки онҳо ҳамчун хатар барои ҳукумати онҳо таҳдид мекунанд. дар ин ҷо худи муҳоҷирини бечора ҳамеша дар кор ҳастанд ва аз масъалаҳои сиёсӣ дур ҳастанд ва онҳоро то ҷое ки пароканда карданд, ҳатто дар Русия барои ҳифзи ҳимояти ҳуқуқҳояшон иҷозат намедиҳанд ки ташкилотҳои мустақил дошта бошанд. ҳама ташкилотҳое ки дар Русия ташкил карданд, онҳо ҳам табдил шуданд ба як ташкилотҳои тиҷоратие ки фақат барои ҳар хизматрасонӣ ба муҳоҷир як маблағҳои муайянро мегиранд. яъне ки нагузоштан, гуфта метавонем ки нагузоштан он ташкилотҳое ки воқеан метавонистанд миллатро сарҷамъ кунанд ва обру миллатро дар Русия бардоранд ва дар ин ё он масъалаҳои мушкилоте ки болои муҳоҷир меяд бо ҳам кӯмак кунанд. ҳукумати Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш кард онҳоро пароканда кунад ва ин ҳама парокандагиҳо, ин ҳама ба будани мо, ба ҳамчун як миллат будани мо таҳдид намекунад ки инҳо шояд Раҳмонов 20 сол 30 сол дигар ҳукумат кунад.
بعد از 20 سال این ملت پراکنده می شود. این ملت دیگر یک ملت بوده نمی تواند با این سیاستی که رفته ایستاده است. این با بقای ملت تهدید نمی کند این عملکرد و رفتار حکومت رحمانوف. بله این یک تهدید خیلی جدی است برای اون که مهاجران نه تنها مثلا تو مسئله که مهاجرت در داخل کشور حل خود را نیابد، نه تنها مثلا یک تشکیل دولت خطر دارد، بلکه یک اینو مثلا بیشتر میخواهند که حالا برای مردم نشان دهند که در تشکل دادن یک دولت ملی است. وقتی که مسئله مهاجرت حل خود را نمیابد، تشکل دادن دولت ملی هیچگاه به وجود نمیآید. هویت حالا در تاجیکستان یا خود در ملت ما بحران عمیق هویت ملی به وجود آمده است. نگاه کنید که مردم درباره هویت ملی خود عموما پروا ندارد، بیشتر مهاجران پروا ندارد. شما نگاه کنید که مصیبت بدترین برای تاجیک، برای همه ما این است که ما در اینجا من شما صحبت داریم، همین روز بعد از 2-3 ساعت همین روز از بین می رود و در همین روز 110 نفر تاجیک شهروندی روسیه را قبول میکند. هر روز، یعنی که هر روز از شهروندان تاجیکستان 110 نفر تنها شهروندان روسیه قبول میکند. این خیلی مصیبت کلان است، این مصیبت خیلی بزرگ است، زیرا که این از بین بردن هویت ملی میشود. وقتی که از بین بردن هویت ملی به وجود آمده ایستاده است و از بین رفتن دولت ملی هم از بین می رود و ملت هم از بین می رود که امروز افسوس که حکومت تاجیکستان پروای این کار ندارد. حکومت تاجیکستان تنها پروای یک نفر دیگر هم هست. حالا من اینو تمام کنم. خیلی خوب، سوال در واتساپ است. ما هم واتساپ قبول میکنیم و هم صحبت ادامه میتیم. سلام علیکم. السلام علیکم اکای شرف‌الدین. و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه باید گفت. حضور احمد اکا جون، برای برنامه‌تون خیلی شدیم. اول ای الله مهربان تو میگیم میطلبیم که همه شما را همیشه سربلند گردونه. سلامت باشید. که شما غمخوری خلقین، در ملت غمخورین، غمی ملت هم میخورین. بعد اکا همین سوال ما همین بود که نمی 12 نفر پول روی کدگی نکنه، یک خدا دروغم نکنه یک 17 روز شده، ممکن که زیادتر هم شده باشه، پولای خود چونه گرفتن نمیتونن، نه ایجا نه ایوجا. ببینید همینجا یک مسئله است دوستی عزیزم. وقتی که شما پول روی میکنید در طریق زلاتای کرونا پول روان کردگی هستن، این مشکلاتی بیشتر شهروندای تاجیکستان هستند. این قریب حدودی از 100,000 هم شاید که گذشتگی باشد این تعداد. دیگه آدم هایی که پول روان کردن پولشون گرفتن نمیتونن و منتظر هستند، خیلی زیاد هستند. و زلاتای کرونا فکر میکنم علاقه بانک ملی تاجیکستان 2 روز وقت داد که برای همین پس گرفتن مبلغ ها از طریق زلاتای کرونا میتوانند شهروندان مراجعت کنند. البته این سرگردانی برای مهاجرین است و حالا همین امکانیت بانک ملی فراهم آوردگی است و شهروندان بتونن از همین امکانیت 2 روزه استفاده برند و بعد از این محکم می شود. باز میتونن که هر کد نفری که هست پسان آمده پولی خودش رو از همون روسیه گیرد، چون دیگر زلاتای کرونا در تاجیکستان فعالیت نمی کند. این بیشتر با همون زلاتای کرونا به فکر رخ داده است. درست است؟ اکا نشیدسته، نه ایجا شده گرفتسته نه ایوجا شده گرفتسته. نه درست است. وقتی شما مبلغ انتقال میدید تنها یک ماه پس میتونید که اینا دوباره پس گیرید از همون روسیه. وقتی همون مهلت یک ماه میگذرد به فکرم همین خیلی میشود. یعنی همین قدر وقت میگذرد بعد شما میتوانید همین مبلغ را دوباره دسترس کنید. با خود شما و خود مهاجران همین تصمیم بانک ملی تاجیکستان چی تاثیر داشت؟ همین تصمیم گرفتن که مرکز پروسسینگی بانک ملی تاجیکستان تشکیل کردن، همین چی تاثیر داشت و خود شما و که شما در مهاجرت هستید با هموطنان ما چی سرگردانی ها را به بار آورد؟
از این خوش هستن خوش هستن مردم سرگردونی که ما همین کارشون تماما راضی نیستیم. ما اینا 3-4 باشید عریضه نویسوندیم через پشت روی کردیم посольство جوابش اومدگی نیست. عریضه نویسوندیم با سود جمهوری تاجیکستان سرجمونه که ما چه کم پولمونه بگیریم تماما جوابش نیست. посольство زنگ میزنیم اکن نمرمونه نمیبردارن میگه که ایشالله حل شونده حل میشوه. آدمایی هستن بیچاره دکمت نداشتن کارت داشتن ای همون جای کارشون ای همون جای خودشون پول روی میکنن وقت تماما روی کردگن تماما گرفتن نمیتونن برای که بانک میره و دکمت میپرسه که عموما از فعالیت بانک‌ها و بانک‌های تاجیکستان مردمی که در مهاجرت هستند حالا راضی هستند یا چقدر بسیار بخشش شکا جون اینا یک تش همین اویله ما اکا پدرم بیموره در بالنیسه خب باور کنی خونه پول لیچین را دکتر تو پلا نیاری گفته اپریاسا نمیکنیم ما اینا پلا روی کدگی مکا اینا والله قسم 25 روز میشوه نه اوجا گرفته میتونن نه جمع خودم گرفته میتونم. اینا دعوامونه کی دا بگیم تو عریضه نویسوندیم посольство زنگ زدیم یا بار تلفن مونه گرفتن دیگه تلفن مونه نمیگیرن اکا چی مو اگر همین حکومت که مو را شنیده است باشه مو تاجیکستان بره برآمدیم گناهگاریم پول خودمونه که مهنت کردیم با صد جبر جفا پروردگار نصیب تون نکنه الله خور و ذلیل تون کنه که پول خودمونه گرفته نمیتونیم اکر پول خودمونه گرفته نمیتونیم حکومت دیجورا نگاه میکنین چیکار میکنین اینا حکومت میگه من فکر میکنم تا زمانی که مردم به هر چیزی که اون حکومت قبول میکند اعتراض نکند این من فکر میکنم این ظلم ها ادامه مییابد. بهتر میشد که ما ملت مردم با هم یکجا میشده و اعتراض میکردیم و این اعتراض کردن حق و حقوقی هر یک شهروند است و هر یک شهروند باید که در برابر هر ظلم که از جانب حکومت می شود اعتراض کند چون این حق انسانی هر یک نفر است. و تشکر بسیار برادر عزیز. اگر یگان سوال دیگر داشته باشه. یک سوال دیگه که من همین ویدیو ابرشینی کردم که در یوتیوب پدری کسلیم ایبالنیسا گرفتن کشولا کده دل بودن بود چیگه پیشید بود گرفتن دختر آوردن من ویدیو ابرشینی کردم من یکم گپی پست بالا نزدم من همینقدر درخواست کردم اگه ایشده که مثل همون حکومت اگر شنویده است باشه مرا ایشده که با چی میشوه مثل برای چی همین کار کردن که هم پدری بیماری مرا مثل ای همون چیز کشیدن عدل بردن یعنی ببینید ای کدام سببش یعنی شما جرأت کردید ببینید شما جرأت کردید حرف زدید و حکومت در مقابل شما با شما میخواهد جواب دهد که شما حق اعتراض ندارید شما حقی هر چیزی که من بالای شما بار کردم هر چیزی که من بالای شما ظلم کردم شما باید این را برداشت کنید این آن معنی را دارد. عبدالرحیم و یوسف امیت خطیش گرد زدیم هم شدیم ایشالله رحمان ضبطش کردم و کم ترک در کلام کرد که برای ضبط کردن اکا جون ضبطش کردم ایشالله رحمان او ضبطسم اگر خدا خواهد هم کار محل نکنن ایشالله رحمان او ضبطشم در اینترنت جوری میکنم اگر هم او شنیده باشن باید همه ملت به مثل شما باشد همه ملت باید در هم برابر هر یک ظلمی که می شود باید اعتراض کند. خاموشی ما این مرگ ما است خاموشی این غارت ما است خاموشی این عذاب و عاقبتی که این خانواده بالای ما میآورد این است. باید که ما پیش این خاموشی ها را گیریم باید دیوارهای ترس را شکنیم تا آن زمانی که ما دیوارهای ترس را شکنیم این خانواده بالای ما ظلم کرده رفتن میگیرند. اکا آخران سخن ما بخشش میپرسم از شما ما همین یک 4 سال پیشتر ما در حق شما ای پشت شما ما یک ویدیوتون دیدم ما گپ زده بودم ما گفتم که ما گپ زدم اکا ای پشت شما والله قسم بخوای اگر الله شاهد
ببخش مرا اگر نخواهی نکن شما حقیقت بدهید ما به هیچ کس غرض نداریم. وقت همه چیز رو در جایش میگذارد. هر کسی که حق ناحق است وقت به جایش میگذارد. ما از روزی که در میدان آمدیم، از روزی که آمدیم و تنها حق رو گفتیم و انشالله که وقت همه چیز رو معین میکند. مردم خودش میدانند، میفهمند که آیسته آیسته که این حکومت دارد بالای مردم ظلم میکند. این حکومت دارد تنها به منفعت خانواده و به یک منفعت یک گروه خود کار میکند. این به منفعت ملت و دولت نیست. ما این چیز را میفهمیم و تشکر بسیار برادر. اگر سوال دیگر نباشد نام جان اگر چیزی گفتنی داشتید. بله میخواستم که همان فکر رو با آخر رسانم. سلامت باشید. حالا من شما در اینجا صحبت داریم. زیاده از 110 نفر همین روز شهروندی روسی رو قبول کردند. نگاه کنید که در یک روز تنها در کشور روسیه، حتی کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، مردم تاجیک، شهروندان تاجیکستان، شهروندی دیگر کشور رو قبول کرده شده است. این یک مصیبت خیلی کلان است، زیرا که خیلی گفتیم این ریشه یا تیشه به ریشه هویت ملی ما خواهد زد. و اگر من باور دارم که اگر امروز هر کشوری که مثلا حتی کشور ازبکستان، کشورهای همسایه ما قزاقستان، قرقیزستان و روسیه اگر کمترین آسانی برای قبول کردن شهروندی رو همچون یک نظام، همچون یک ترتیبات جاری کنند برای شهروندان تاجیکستان، یعنی که آسانی بیارن، من باور دارم که بیش از 80% ملت ما، شهروندان تاجیکستان ما، شهروندی روسیه یا شهروندی یک کشور دیگری که برای قبول شهروندی آسانی کرده است اون را قبول میکند. و این خیلی مصیبت کلان. این نشانه آن است که امروز هویت ملی ما به بحران عمیق گرفتار شده است. باید حکومت تاجیکستان اگر واقعا انصاف می داشت، اگر واقعا اینها یک حکومت می بود، بیشتر مسئله اولین خود را، مسئله اولین این هویت ملی یک ملت رو، هویت ملی همچنین یک مشکلات اولیه بررسی میکرد و این را مشکلات اولی خود میدونست. ولی افسوس است که چخیلی گفتیم حکومت ما تنها به خاطر پول کار کردن، جیب خود را پول کردن، میلیاردهای ملت را غصب کردن و به کشورهای خارج روان کردن و کشورهای اتحادیه اروپایی و کشورهای چین و دیگر پول ملت را در آنجا ذخیره کردن که این هدف آنها باور دارند که من باور دارم و آنها خودشان باور دارند که روز این ملت بیدار خواهد شد و آنها رو تیت و پیت خواهد کرد و از این سبب آنها سرمایه‌شان رو در یک خارج کشور سرمایه گذاری میکنند، آنجا مثلا نگهداری میکنند و آنها یک روز اگر که احساس کردند که ملت بیدار شد، آنها این کشور رو ترک خواهد کرد و در یک کشورهای دیگر زندگی خواهد کرد. از این سبب هدف آنها تنها غارت کردن ملت و مردم خود است. تشکر برادر. در واتساپ کسی هست؟ با تو هنوز پیدا نشد. زنگ زدن خبر کنید نباشد. یک مسئله دیگر این است که وقتی که ما در مسئله همین مرکز پروسسینگی صحبت میکنیم، چون از گذشته یادم آمد در رفت همین صحبت ها، خود شمس‌الله صاحبوف یک 7-8 شرکت داشتن در کشور انگلیس، بریتانیا کبیر. بله، اینها در لندن یک 6-7 شرکت باز کردن، در آنجا همین مبلغ ها رو در بیرژه و در اینجا استفاده می بردن. آنها چند نفر رو با کار گرفته بودند، در بیرژه استفاده می بردن و حالا این بیرژه بگیم که به طریق آنلاینی شده است و مردم می تواند آزادانه با بیرژه سر و کار داشته باشد. این 250 میلیون دلاری که ماهانه شاید طلب کند از ذات‌گرانه، با بانک ملی تاجیکستان باید این پول رو ذخیره کنند تخمینا و این مبلغ شاید که جمالدین نورعلیف این مبلغ رو استفاده برد در بیرژه میتونند در یک روز 3-4 عملیات گذرانند. اینها میتونند از 250 میلیون دلار در یک روز شاید 1 میلیون دلار کار کنند. این در یک ماه میشود تخمینا
کم 24-25 میلیون دلار سالانه شاید یک حدودی 300 میلیون دلار از اینجا درآمد کنند اینها از این پول. البته نه دیگر برای بسیاری ها معلوم است که آنها در شرکت های خیلی بزرگ در خارج کشور دارند. خیلی که شما گفتید چند مثلا شرکت ها در بریتانیا کبیر داشتند و جنایت صادر میکردند و اخیرا هم به معلومات هایی که ما رسید اون جنایت آنها اثبات شد و آنها ترک این وطن کردند ولی با دیگر رو هم البته در این آفشورها آنها در این شرکت های دیگر سرمایه گذاری میکنند و پول کار میکنند و خیلی که ما گفتیم اگر ما هر چقدر بسیار گپ بزنیم خیلی گپ ها حرف ها خیلی زیاد است ولی هدف اساسی برای ملت باید بداند به خصوص مهاجرا بداند که هدف حکومت همیروزه امروزه رحمانوف این تنها غارت کردن مردم و ملت است. برای آنها هیچ فرق ندارد مهاجر هستی یا ملکی هستی یا در داخل تاجیکستان زندگانی میکنی آنها هر فرصت استفاده میبرند و ملت را غارت میکنند و این نگاه کنید که تمام تجارت ها در دست آنها هست و تقسیم کرده است. یک نفرش اون منپولی ارد و گندم و روغن را گرفته است. نگاه کنید که شما هم در اولی برنامه درباره ارد گپ زدید. نگاه کنید که ارد در ازبکستان 2 مرتبه حتی 3 مرتبه همونی که 50 کیلومتر یا 60 کیلومتر از تاجیکستان دورتر است مرز ازبک 2 مرتبه 3 مرتبه از ارد از تاجیکستان ارزانتر است ولی نرخ ارد 250-300 تومان یعنی که 3 مرتبه از ازبکستان قیمت است. دیگه چرا؟ برای آن که همین تجارت ارد در دست اویلی رحمانوف هست و اونا هر چی که نرخ میخواد میگذارند یعنی که الटरनेटिव نیست. به کسی اجازه نمیدهند که کسی با تجارت گندم و ارد سر و کار داشته باشد و همچنین بنزین، روغن، شکر تمام تجارت ها در دست اینها است و تنها برای همین این خیلی آسان و ساده است که مردم و ملت بفهمند که این حکومت هدفش تنها غارت کردن ملت و مردم است و من خیلی که حالا گفتم شاید که فکر درست رسانده نتونستم برای مردم و ملت و شنوندگان شما. این حکومت همین اویلی رحمانوف خودش هم باور دارد که یک روز گریخته میرود. گفتیم برای آنکه این مثلا ظلمی که اینها میکند و این تردیباتی که جاری کرده است و این رژیمی که امروز رژیم دیکتاتوری در تاجیکستان حکم فرما است دیگه این تاریخ اثبات کرده است که روز این از بین خواهد رفت و ملت بیدار خواهد شد و اون دیکتاتورها و اون نفرایی که خیانت به ملت کردند ظلم به ملت کردند جزاشون رو میگیرد و اونا این رو خوب میدونند اونا تاریخ رو خوب میدونند و برای این اونا خیلی تیاری داشتند و سرمایه‌ای که غارت میکنند در یک کشور دیگر خیلی که گفتیم هم سرمایه گذاری میکنند و هم در آنجا نگهداری میکنند. برای همین مردم باید بفهمد که این هدف اینها از این مرکز ملی انتقال پول یا از دیگر مرکزها و اون کارهایی که انجام میدهد تنها و تنها غارت کردن ملت است. تشکر بسیار الهام جان. من و خوب یک مسئله دیگر است که چی می شود که برای همین مهاجرانی که در خارج کشور تا چند سال است که در روسیه در دیگر جاها عذاب میکشند یک سازمانی عمومی پیدا شود که هم مهاجران امریکا و هم مهاجرین روسیه بودگی اروپا بودگی یعنی تمام مهاجرین را در زیر یک حمایت خود قرار دهد یعنی یک مرکز پیدا شود که بعض فعالیتی دیاسپوراهای تاجیک را هماهنگ سازد و در کمک کردن مهاجرین یک فاند یا به مثل یک فاند مستحکم باشد که مهاجرین را تا در آنجا با هم بیارد و در این فاند مهاجرین هم سهمگذار باشند. خودی این سهمگذاری این فاند خودی مهاجرین باشند و
همه برای مشکلات همه مهاجرین همین فوند رسیدگی کنند. یعنی فوند عمومی ملی مهاجران مهنتی مثال تاجیکستانی که مرکز شاید در اون کشور اروپایی قرار گیرد که زیر خدمات های جاسوسی دیگر کشور قرار نگیرد. یعنی اون با نه منفعت های رحمانوف حمایت کنند نه منفعت های یگان کشور دیگر را، تنها منفعت های مهاجرین رو همیشه حمایت کنه، یعنی که دنبال حفظ منفعت های مهاجرین باشد. واقعا یک ایده خوب است. این ایده خوب است و سر این ایده باید واقعا هم فکر کرد و هم کار کرد. شرایط هم هست که چون یک سازمان، چون یک سازمانی با نفوذ هم تشکیل کرده شود و حمایت از این حقوق، نه تنها حمایت از حقوق مهاجران بلکه حتی ما بیشتر از این هم فکر میکنیم که مهاجران تاجیک امروز باید در نه تنها در کشور روسیه، بیشتر اگر در کشور اروپا مثل کشورهای پریبالتیکا که اونجا دیوار زبانی نیست است، چون با زبان روسی بیشتر در کشورهای پریبالتیکا صحبت میکنند، اگر راه یابیم ولی ما راه جسته سودیم و علاقه بیشتری تاجیکا هم فعالیت و کار میکنند در کشور لیتوا، لاتویا و استونیا، ولی بیشتر ازبکو هم سرحدی ما یا از همسایه کشوری ما ازبکستان در این کشورها فعالیت میکنند. ما باید یک کار انجام دهیم که مهاجران ما بیشتر در اروپا کار کنند و من هم فکر میکنم که چنین شرایط هست که مهاجرین مهنتی ما در اروپا بیان کار کنند، زیرا که اینجا دولت حقوق و عهده‌داری های مهاجر رو کارفرما حمایه میکند، خود دولت حمایه میکند و کارفرما هم اون عهده‌داری ها رو اجرا میکند. یکی از مصیبت هایی که مهاجر مهنتی ما است که یعنی اون چیزی که اون مصیبت هایی که در روسیه هستند، مردم مهاجری تاجیک فریب میخورند، مهاجری تاجیک را غارت میکنند، مهاجری تاجیک در زیر دست پلیس میافتد و شکنجه میشود و در چیز روسگرا چی میشود، حداقل از این چیزا خارج میشود و یک زندگی بهتر و خوبتر رو در اروپا پیدا میکند برای خود و فرزندانشون. بله اسمو درست گفتید، ولی همین در مهاجران مهنتی ما که در روسیه کار میکند اصلا طبق قانونهای بین المللی و خود مثلا قانون کشور روسیه باید مهاجران ما، هر کسی که مهاجر است کار میکند در اون کشور باید حمایت کند. لیکن چخیلی که ما همه ما آگاهی داریم، حکومت روسیه، دولت روسیه تنها و تنها مهاجران تاجیک را حمایت نمیکنند. آنها مهاجران قرقیز، قزاق، ارمن، گروزین، دیگر ملت ها را حمایت میکنند. ولی نگاه کنید که مهاجران مهنتی ما به حقوق در همون کشور هستند که اصلا وظیفه اون دولت است که آنها را حمایت کند. این هم سبب چی می شود که یک چگونه پیشتر قید کردم یک فوند تشکیل شود که برای حمایت حقوق مهاجران و همین فوند در آینده تواند که مهاجرینی که در روسیه هستند راه گشاید به امریکا، به اروپا، به کشورهایی که در آنجا حق و حقوق انسان ارزش دارد، حقوق انسان در محور اساسی قرار میگیرد، در آنجا راهگشایی کنیم برای مهاجرین. مثال بعضی جایهای هستند که برای مهاجرین میتواند برای نسل جوانش دانشگاه پیشنهاد کند به پول، هم دانشگاه خوند هم کار کند و با یک شرایطی بهتر دسترسی پیدا کند. چون همین مهاجران دیگر کشورها رو ما نگاه میکنیم، آنها کوشش میکنند که به هم دیگر کمک کنند و ما هم که فعلا یک تاریخ کوتاه داریم در این اروپا، برای هموطنان خودمون راه پیدا کنیم، راه گشاییم در امریکا، در اروپا، در کانادا، در هر جایی که برای آنها زندگی بهتر امکان میدهد. یعنی این مسئله که یا همین مسئله که شما پیشنهاد کردید خیلی پیشنهاد خوب، اصلا این رو باید حکومت تاجیکستان بکند. حالا ما همین وظیفه که باید حکومت تاجیکستان کند باید ما و شما کنیم و واقعا این رو ما همچون افتخار هم میدونیم که ما این کار رو انجام دید. ولی اون ستاده که
ما همراه شما کشادیم یا باز کردیم و فعالیت را آغاز کردیم. من از همین منبر شما استفاده خواهم برد و همه آن مهاجران و شخصانی که دلشان به مهاجر می‌سوزد، هم شخصان واقعی، هم شخصانی آنانی که راهبر سازمان ها هستند، شرکت ها و سازمان ها را دعوت میکنم که با ما همکاری کنند و اعضای این ستاد شوند. ما در یک جایگی میتوانیم که آن فوندی که شما گفتید و این هم ایده خیلی خوب است، آن را در همجایگی با مهاجران و سازمان هایی که دلشان برای مهاجرت میسوزند آن را ما باید تشکیل کنیم حتما. یعنی این فوندی که من پیشنهاد کرده ایستادم، این فوندا میتوانند که از جانب شخصیت هایی که خود این مهاجران هستند اعضای همین فوند شوند و بودجه همین فوندا میتونن آنها کنترل کنند، نظارت کنند. من یک چیزی شفاف پیشنهاد کرده ایستادم که چون دیگر حکومت باید فکر حکومت نکنیم، دیگر حکومت نیست، حکومت یک خانواده است. ما باید که یک کوشش کنیم اول یک جا شویم و آیسته آیسته یک نفرهای را همین فوند اگر که اینقدر قوتش زیاد شود فردا میتواند که خودش در تاجیکستان همون شخصیت‌های را متخصص‌های را پیشنهاد کند که منیجرهایی که برای آینده تاجیکستان خوبتر کار میکنند، منیجرهای خوب هستند، یعنی که با عقل و با سواد هستند. یعنی خود همین فوند میتواند که مردم جوانهایی که با لیاقت هستند اینها را جدا کرده خواند در آینده. این سرمایه گذارش که سرمایه‌دارش خود مهاجر است که مهاجری که نمیخواهد که فرزندش فردا غلام دیگران شود مجبور است که امروز مبلغ گذاری کند به این فوند تا اینکه متخصصین سر حکومت بیاید و فرزندان آنها را از این غلامی نجات دهد. یعنی که راهی برآمد از این باید ما کوبیم، راهی که کوبیم که دیگر ملت ما را به غلامی اطلاع ندهد، ملت ما را به نیستی نبرد. یعنی که ما توازن ها را باید که یک توازن به وجود بیاریم که هیچ حکومتی که در آینده می آید، هیچ نیرویی که در داخل پیدا می شود نتواند که ملت را غلام کند. بله اینجا خیلی خوب فرمودید. البته این خیلی یک ایده خیلی خوب است و باید که از جانب مهاجران خیلی کنیم، از جانب سازمان ها دستگیری یابد، ولی بیشتر ما از این هم کوشش کنیم که خیلی که در پیشتر هم گفتید مهاجرا باید از حقوق خود با هم خودشان دفاع کنند، اعتراض کنند. چرا امروز تا امروزی که همین مرکز ملی انتقال پول از 7 دکبر فعالیت میکند تا امروز تقریبا 20 روز گذشته است، یگان مهاجر خطی اعتراض نکرده است. یعنی که به سود تاجیکستان یا سود عالی تاجیکستان مراجعت نکرده است. یگان گونه اعتراضی که تنها آن اعتراضهایی که در پایگاه‌های اجتماعی ناراضگی خود را میگویند، این با همین کفایتی کردند، اکتفا کردند، ولی اعتراض از این بالاتر نکردند. باید مهاجران دانند که آنها قوه بزرگ هستند. ببینید شما میگید که مهاجران باید که شکایت کنند. ببینید یک مهاجر بیچاره تو از ساعت 8 سحر میرود تا ساعت 8 بگاه کار میکند 12 ساعت و اونم وقت ندارد، اونم بسیار در یک حالت خستگی میآید. چگونه این باید مبارزه برد؟ شاید که اون مهاجر سواد نداشته باشد، سوادی پورا نداشته باشد نمی‌ساند. در اینجا من فکر میکنم که مرکزها در کار هستند، دیاسپوراها در کار هستند که اینها با هم هماهنگ کنند و دیاسپوراها که وظیفه‌شان حمایت حقوق مهاجران است باید که از حقوق آنها حمایت کنند. بله شما درست می‌فرمایید. البته که مثلا شاید که امکانیت ندارند، شاید که سواد ندارند، شاید که البته سواد حقوقی، چون مهاجران ما اون سواد دارند، ما نمیگوییم که سواد ندارند، چون که در آنجا هم دکتر هستند، هم معلم، آموزگار. بسیار از متخصصان ما در روسیه همچون مهاجر مهنتی کار میکنند، آنها فهم این کار رو میروند. ولی شما نگاه کنید که اگر 100 نفر آنها البته به فکر من 100 نفر آنها اعتراض میکردند، اعتراض خطی میکردند، به کشور حکومت تاجیکستان هم مراجعت نامه میکردند، به سود عالی تاجیکستان مراجعت میکردند و این حتما در سود عالی بررسی میشد، اگرچه که شاید که نتیجه ندهد، ولی این یک قدم خیلی خوب میشد. چون من
یک کار من حالا نمیدونم که کدام کار ترتیب دهیم که مهاجران از قوت بزرگ بودن خود را احساس کنند. مال دیگر همین درباره همیشه فکر میکنم که مهاجران شاید که احساس نکنند که آنها یک قوه بزرگ دارند. اگر آنها میتونند همین روزه حکومت رو، همین روزه رژیم رو آنها فلج کنند. حتی ما چند مرتبه پیشنهاد کردیم که اگر 2 ماه یا 3 ماه آنها مبلغ نفرستانند، اتوماتیکی همین حکومت از بین خواهد رفت، فلج خواهد شد، چرخ گردون اقتصاد آنها شکست خواهد شد. البته این خیلی یک کاری آسان و سهل نیست که 3 ماه به خانواده خود پول نفرستاند. بعضی مهاجران اعتراض میکنند به ما که چگونه وقتی که آنها نیاز دارند به پول، به مبلغ ما، چگونه ما نمیتونیم که 3 ماه فرستیم. ولی شاید یگان متد دیگر که در فکر من، مغز من آمده ایستاده است که چگونه کنیم که همین مهاجرای تاجیک ما قوت خود را احساس کنند. چون در قوت آنهایی که قوت بزرگی که آنها دارند یگان قشر جامعه ما ندارند، نه معلم، نه زیایا، نه دختران، نه دهقانها. یگان نفر، یگان قشر جامعه تاجیکستان مثل قشر مهاجران چنین قوه بزرگ ندارند. برای من بیشتر کوشش میکنم که و برای خودم هم یک هدف گذاشتم که بیشتر این را برای مهاجران فهمانم که آنها یک قوه بزرگ دارند. خب تشکر بسیار برادر الهام جان. من در همینجا میخوام یک برنامه را به پایان برسانم، چون بیشتر از 1 ساعت شد ما صحبت کرده ایستاده ایم و هموطنان عزیز، دوستان ارجمند، بینندگان گرامی قدر، و ما برنامه خودمون رو امروز به پایان میرسانیم و در برنامه‌های آینده موضوع دیگر رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید و مسئله های دیگر رو ما خواهیم برداشت. و من فکر میکنم که برای مهاجرین یک پیشنهاد داشته، اگر یک فوند تشکیل کرده میشد، این فوند مرکزش در اروپا، در امریکا، در یک کشوری که تشکیل میشد که می توانست از حق و حقوق مهاجرین دفاع میکرد. یک مهاجر یک مشکلات اقتصادی دارد، در یک جا بیمارخانه افتاده است، به آن کمک میکرد. اگر یک مهاجر سواد خوب، دانش خوب دارد، چون از این ملت است، یک جوانی که دانش دارد، ملکه دارد ولی پول ندارد، ولی امکانیتی انجام دادن همون یک ایده خود را ندارد، من فکر میکنم این فوند برای آنها باید کمک کند. اگر که این فوند تشکیل شود، شاید که در آینده راه پیدا کند، راه گشاید به اروپا، که مردم تاجیک در روسیه نروند و در اروپا آمده کار کنند. ما حاضر در اطراف همین انشاءالله باز فکر میکنیم و پیشنهاد میکنیم که چی کار کردن در کار. ولی ببینید، ما تنها این کار را کرده نمیتوانیم، ما با تنهایی این کار را انجام داده نمیتوانیم. در اینجا نیروی شما در کار است، کمک شما در کار است. و اگر که ما با هم مهاجران مهنتی و مهاجران سیاسی با هم اگر یک جا شویم و یک نیرو شویم، و ما میتوانیم که یک راهی بهبود بخشیدن وضعیت رو پیدا کنیم. چون حکومت در غم ما نیست. حکومت همیشه کوشش میکند ما و شما رو پراکنده کند و حکومت همیشه کوشش میکند که پراکندگی ما به منفعتش تمام میشود. کوشش میکند که هر جماعت هایی که میشود آنها رو پراکنده کند. کسی را اگر که مایل میشود به پول دادن، به پول خرد، آنها را طرف خودش کند. ولی من امید دارم آن مهاجران سیاسی که آمدند در اروپا یا اینکه شخصیت هایی که در اروپا هستند، شاید که با جمع همه دوستان، از جانب یک نفر، با جمع از همه دوستان یک فوند، یک مرکز برای حفظ حقوق حمایت مهاجرین تاجیکستانی تشکیل شود، تا اینکه در آینده تواند از حق و حقوق مهاجرین حمایت کند. این البته یک پیشنهاد است و تمام مهاجرین، و در برنامه‌های آینده شاید که ما این مسئله را با جمع متخصصین و چندین شخصیت‌ها
شاید در ماه‌های آینده بررسی کنیم با امکانیت وقت. ولی امروز چنین مشکلات ها متاسفانه در بالای سر ما هست. ما یک ستادی رو با نام حمایت از حقوق مهاجرین تشکیل کردیم و فعلا شاید در همین تلاش های ما برای بکار کردن در قدم اول همین است و در قدم آینده ما میخواهیم که یک فوند رو تشکیل کنیم که برای مهاجرین کمک کرده تواند. فوندی رو تشکیل کنیم که برای مهاجرین دستی یاری خودش رو دراز کرده تواند، چون امکانیت ها در جهان امروز خیلی زیاد هستند و باید مهاجرین ما، باید شهروندان تاجیکستانی ما از امکانیت های زمان معاصر امروز دسترسی پیدا کنند و باید که از این برخوردار شوند. من با شما بودم شرافالدین گدایف و الهام جان یعقوبوف، رهبر اساسیاسیون مهاجرین آسیای مرکزی. و الهام جان در آخر چیزی گفتن دارید؟ من تنها با یک جمله دیگر همه حرفامو خاتمه میدهم. تنها میگویم که مهاجران امروزه ما که خیلی گفتیم به یک قشر آسیب پذیر تبدیل یافته است، من از مهاجران طلب میکنم و خواهش میکنم که بگویم که شما قشر آسیب پذیر نیستید، شما قشر قوت هستید و خود را به یک قشر قوت تبدیل دهید. این بود حرف من و من مهاجران رو همچون یک قشر قوت دیدن میخواهم. این بود حرف من و برای همه مهاجران ما صحت و سلامتی و سربلندی آرزومندم. سلامت باشید برادر. امروز خوش آمدید شما رو به برنامه و همه شما رو بینندگان عزیز. این برنامه ما بود و بعضی کمبودی و کستگی ها داشتن و باز در برنامه های آینده شما رو دعوت میکنیم که فعال باشید و در خود همین صفحه یوتیوبی من، کانال یوتیوبی من همراه شوید و در آینده من بسیار چیزها را میخواهم برای بینندگان آشکار کنم. وضع اقتصادی و دزدی و غارتگری و مشکلات های مردم و مشکلات های اقتصادی مخصوصا که خیلی زیاد هستند، من میخواهم در آینده این مشکلات ها رو برای ملت آشکار کنم و با ما باشید. تلفن ما در زیر همین نوار هست و هر سوال هایی که داشته باشید میتونید به این تلفن با همین رقم در واتساپ ارسال کنید و در آینده می توانید در برنامه های ما از طریق آنلاین اشتراک کنید و سوال کنید. هر مسئله هایی که باشد با ما مطرح کنید و ما آماده هستیم با شما جواب گردانیم و آماده هستیم که به همه سوال هایی که میگذارید جواب پیدا کنیم. خدا نگهدارتان باشد هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. من بودم با شما شرافالدین گدایف. خدا نگهدار.